هفته خبر تو خبر داره براتون از پایان لاوستوری عظما و انترش که گند قضیهش بالا اومده و این جرخوردگی زیر هیچ وصله‌ای پنهون نمیشه. این جرخوردگی وقتی معلوم شد که احمدی نژاد دید عظما نه تنها حکم برکناری وزیر اطلاعات رو به کشکم نگرفت، بلکه علنا گوش انترم گرفت و گفت پات رو از گیریمت بیرون نذار. مختصر ناهماهنگی که به وجود میاد کشور صدمه میبینه. اگر ناهماهنگی ها بزرگتر باشه، دشمنان مطلع بشن از او، جنجال راه میاندازن، خوشحالی میکنن. خامنه‌ای بعد از این حرفای علنی گوشی رو برداشت و به احمدی نژاد گفت اینجا بود که احمدی نژاد پژمرده شد و رفت تو خونش زیر سرم و بعد تازه عمق شکاف‌های در و دیوار بیت عظما رو اومد و وقتی که جنجال رسانه‌ای بالا گرفت معلوم شد که این قضیه بیخدارتر از این حرفاست. مثلا یه نمونهش شجونی بود که ناخواسته یه چراغ قوه رو زوایای درونی ماجرا انداخت. چون متاسفانه بعضیا به میل خودشون میخوان دخالت کنن در کار امور خارجه یا در کار اطلاعات یا در اون دو تا وزارتخانه به قول معروف یه آنتن داشته باشن یا جاسوس داشته باشن برای امیال خودشون. چرا حاج آقا منظورتون چرا میخوان این کارو بکنین؟ بعضیا کیا؟ اینجور چیزا شده. ببین ما الان خودمون در منظورت آقای مشاییه؟ بله. پس معلوم شد که قضیه راه میبره به تسلط روی وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و نقاط حساس عظما. خلاصه یعنی من باشم مشایی باشه و این حرفا. احمدی نژاد هم گفت با مصلحی هرگز بی مشایی اصلا فکرشو نکن. در یک کلام گفت عظما اگه میخوای قیافه بگیری منم برات قیافه میگیرم. این درسیه که از این آخوند گوشگوتمنش گرفته بود. یعنی کسی که شما خودشو برای شما میگیره شما هم خودتو براش بگیر. یعنی به این معنا که شما دیگه تواضع و فروتنی که ذلیلت کنه تو سرت بزنه نداشته باش. یا نه فرض میکنیم که وقتی میان دائم از افتخاراتشون تعریف میکنن، شما هم گاهی براشون بگو منم این چیزا رو دارم، منم این ویژگی‌ها رو دارم. یعنی میدان به تکبرشون نده. وقتی معلوم شد که خونه نشینی احمدی نژاد داره طولانی میشه، یه عده مثل لاریجانی و جنتی رفتن برای منت کشی. اما احمدی نژاد جواب همشون رو اینطوری داد. A este vecino, ¿qué cree usted que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Telde? ¿Qué es lo que está pasando en Gran Canaria? Oiga, señor, que estoy hablando con usted. Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted? ¿Qué opina usted del gobierno canario? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? اما از اون طرف سیریش مشایی و احمدی نژاد اونقدر صفر بود که یکی از نوچه های عظما یعنی حدادیان کاردک برداشت و افتاد به جون این دوتا. راجب همه چیه دینم این آقا حرف میزنه. امام فرمون ملیت ما اسلام از تمام شده رفت. ما این دعوا رو کردیم. حالا حرفای نهضت و آزادی از بغل دست آقای احمدی نژاد در میاد. کجا داری میری بابا؟ پدر من کجا داری میری؟ گولم نخوری 4 تا زحمت کشیدی یا وهنم ورد نداره. یعنی تو ببین چی شده تو زندگی، این پرده رفته کنار، مشایی اومده بیرون. فقط خنده نداره، یه تکبیری آخه، یه سلام. ای خدا به خاطر امام زمان نه جوکریم نه ما اینا رو گفتیم. بودن که دلم سوخت. من دیدم آقای علم الهدی رو مشهد صحبت میکرد، دیدم آتیشه. بعد تو صحبتش ایشون گفت کد داد، گفت مراجع ناراضیان، رهبر هم ناراضیه، مقام معظم رهبری هم ناراضیه. تمام دیگه، سه قصد برا ما. ایشون میگه ناراضیه.
جان کلام این بابا اینه که محمود یا مشایی یا سیدعلی. محمودم که تا اینجای کار جوابشو داده و گفته البته مشایی. عظما هم که آبروش رو برای نگه داشتن احمدی نژاد معامله کرده بود جوش آورد و برگشت بهش گفت اما بالاخره احمدی نژاد بعد از 11 روز برگشت، در حالی که موهاش رو آلندولونی کرده بود و مشایی رو هم نشونده بود کنار دستش تا بگه که من هنوز کوتاه نیومدم. البته برای حفظ ظاهر احمدی نژاد یک ماسمالیزیشنی کرد. در بیرونم که بعضیا جشن گرفتن، حرفایی زدن، گفتن نمیدونم شکاف افتاد و مقدمات جشن رو فراهم کردن. خب اونها هم که فکر میکنم پاسخشون رو دریافت کرده باشن. جواب غلط. هنوز کسی پاسخ نگرفته که بالاخره اون 11 روز که سر کار نرفتی چی شد. اگه راست میگی اون حرفایی که تو دلت نگه داشتی رو بالا بیار. خلاصه این که آش قهر کردن عنتر و عظما اونقدر قلقل کرد که دستورالعمل پختش رو آوردن تو تلویزیونشون گفتن. فقط برای چند لحظه این رو تحمل کنید. حالا بریم سراغ آماده. شما آسیدی بزنین بالا که احتمال چیزه همچنین استعداد دارید تو مایه به حال من عرض میکنم به شما که بحث پخت قهر مواد لازمی که الان همکاران بر روی تصویر برای شما حک کردن که در مواقع ضروری لطف میکنم بازم تقدیم حضورتون میکنم. خواهش میکنم الان قطعش کنید. نگاه کنید، ما اول ابتداء جناب آقای محترم ما یه مقدار ضعف شخصیتی به مقدار لازم متوجه اینجا. این الان ضعف شخصیتیه. این ضعف شخصیت. من حضورتون هست کنم چه تخم بدبینی. ببینم تخم بدبینی اینو هم میشکنیم رو کار عزیزم. آقای شهری جون رو نظر نکن. جون محمود این جزء بحری این هم رحم میکشید. آقای شهری آقا جزء آشپزیه جون محمود نظر نکن. بعدا اینو با این میذارید با همین این تخم بدبینیه چون دیگه نباید بشکنید. اینو میذارید به قبل. آقا نفر یک کیم دوقلو به اینا بدید. ظاهرا تلویزیون رو با فریزر اشتباه گرفتن. دعوای خامنه‌ای و محمودش رو همینجا رها میکنیم و میریم سراغ خبری در هفته گذشته که باعث شد برق از سپاز عظما بپره، یعنی مرگ بن لادن. اینطوری البته بعدش خامنه‌ای مثل برق گرفته ها راه میرن، یعنی رسانه های سیدعلی قضیه رو بردن تو حاله ای از ابهام و تلاش کردن به روی خودشون نیارن که چه متحدی رو از دست دادن. رسانه‌های پاکستانی به نقل از مسئولان اطلاعاتی این کشور اعلام کردند سرکرده القاعده که در صدر فهرست تروریست‌های تحت تعقیب جهان قرار داشت در عملیات نیروهای پاکستانی کشته شده است و ساعتی بعد بالگردهای آمریکایی جسد وی را با خود بردند. برخی خبرها هم از مرگ بن لادن بر اثر بیماری حکایت دارد. طالبان پاکستان خبر کشته شدن بن لادن را تکذیب و تصاویر منتشر شده را جعلی خوانده است. ضمن که حالا اصل خبر هم واقعا ابعادش کاملا مشکوک هست. چرا ادعا میکنن ما اونو انداختیم تو دریا؟ چرا نگذاشتن یک ناظر بی‌طرفی ببینه، تایید کنه که این واقعا بن لادن هست نیست؟ مسائل این ابهامات و مسائل زیادی حول و حوش این موضوع مطرحه و این نشون میده که امریکایی‌ها دچار بنبست شدیدی در مسائل استراتژیک خودشون شدن که تلاش میکنن پیروزی‌هایی ولو اندک به ادعای خودشون درست بکنن که اونو بزرگنمایی کنن که بگن بله ما پیروز شدیم. رسانه های سیدعلی در مورد اون یکی متحد نظام یعنی دیکتاتور گردن دراز سوریه بالکل خفه خون گرفتن، در حالی که بحث سوریه رو میز شورای حقوق بشر هم رفته، ولی خامنه‌ای به روی خودش هم نمیاره.
در آخر هم اگه بخوایم تصویری از وضعیت میدون گاوبازی نظام رو بهتون نشون بدیم، توجهتون رو به دیدن این فیلم جلب میکنیم که نشون میده هر کس تو نظام به کرسی خودش چسبیده و چطوری داره عظما رو بازی میده. I'm not doing that. Fuck that. Oh, shit! God damn it. Fucking shit. Fuck. You alright? I'm still not out.